سلام به همه. امید است که همگی جور و صحتمند باشین. کسایی که ویدیو رو میبینن، امروز در برنامه اکسل یک ترفند یک ترک را کار میکنیم در پروگرام اکسل. آرزو دارم که بر شما مفید تمام شود و بیننده باشین. شما میبینین در صورتی که در پروگرام اکسل خانه فت نیست، سر به خود خرد و کلان نمیشه و برابر نمیشه بر نوشته ما. به خاطر از این کار که ما شما نوشته کنیم و سر به خود اتومات جور شوه، خانه خرد و کلان شوند، آیدی نیم. به این خاطر میم ما شما سر پایین از این صفحه اکسل میم در جایی که شیت 1 نوشته هسته اونجا میم ما شما بر شما کار میکنیم. اینجا قسمتی که پایین نوشته هسته شیت 1 سر از این رایت کلیک میکنیم. در این قسمت میین و فقط ویو کود میگیرین، بر شما این یک صفحه و میشن VBA یا Visual Basic Application. در این قسمت بالا که بر شما نشان میتیم اینجا یک لیست این قسمت شما میگیرین ورکشیت انتخاب میکنین. قسمت ورکشیت که انتخاب میکنین میبینین یک لاین در بالا بر شما نوشته است یا خط نوشته است. در این قسمت از طریق کیبورد نوشته میکنین سیلز دات نقطه یا دات، باز اینجا انتخاب میکنین انتر کالم میگیرین و باز شما نقطه میمانین و میگیرین اوتوفیت. اوتوفیت که گرفتین انتخاب کردین، در این قسمت باید از این کود ما شما ذخیره شود بر ورق. به خاطر ذخیره کردن از این کیبورد آلت و کیو رو فشار میتین. کلید آلت و کیو رو همزمان فشار میتین و ذخیره میشه. خب حالا میبینین دمی شیتی که ما کار میکنیم، هر ستون یا هر کالمی که میخوایم ما شما نوشته کنیم به شکل اتومات خودکار خودفت میکنه. میبینین آیدی خورد شد. در قسمت کالم بی نوشته میکنیم فرض مثال که فت کنه فرست نیم، در اینجا خدا فت میکنه. در پایینش نوشته میکنیم فامیلی نیم، خدا کلانتر کرد. فون نمبر همچنان اینه برابر و اتومات خدا فت میکنه. همین ورق ما شما خرد و کلان و ریزه و هر چیزی که دارم که ویدیو برای شما دوستا مفید تمام شوه و به خاطر دیدن ویدیوهای بیشتر سفر لایک سابسکرایب شیر کنین.